با درودی فراوان خدمت همه شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان برنامه لاتاری گرین کارت آمریکا. من محمد هستم. به برنامه خودتون، برنامه رادیو لاتاری خیلی خوش آمدید. اینکه من برنامه‌های ماه مهر رو با پیراهن صورتی اجرا می‌کنم، این رو بدونید که اول برنامه‌ها تکراری نیستند و ما تصمیم گرفتیم که در ماه مهر برنامه‌ها رو با رنگ صورتی اجرا بکنیم تا در خصوص بیماری سرطان سینه اطلاع رسانی بکنیم. اینکه شما هر جایی رنگ صورتی رو دیدید به فکر و به یاد این بیماری بیفتید و برای پیشگیری و انجام معاینات مربوطه اقدامات لازم رو انجام بدید. همونطور که میدونید طبق درخواست هایی که شما عزیزان از ما داشتید، ما تصمیم گرفتیم که از طریق برنامه رادیو لاتاری اطلاعات لازم رو در خصوص ثبت نام در لاتاری گرین کارت آمریکا خدمت شما عزیزان تقدیم بکنیم. در خصوص بایدها و نبایدهای لاتاری هر روز در برنامه ما صحبت میکنیم تا اینکه حداقل شما آگاه بشید، بیدار بشید و با دید بازتری در برنامه لاتاری گرین کارت آمریکا ثبت نام بکنید و جدا این رو بدونید که شایعاتی که در خصوص اون دارن الان صحبت میکنن به هیچ عنوان صحت نداره و من در برنامه هایی که در استودیو رادیو لاتاری براتون ضبط میکنم هر روز این موارد رو متذکر میشم تا شما بیدار بشید که شایعاتی که در ایران در خصوص کسی که اگر گرین کارت آمریکا را داشته باشه صحبت میکنن واقعا صحت نداره. هر کسی که در لاتاری گرین کارت آمریکا برنده میشه باید بدونه که این درست نیست. چه اقدام بکنه و چه اقدام نکنه بهش گرین کارت آمریکا رو میدن. نه خیر، شما باید بعد از اینکه برنده شدید فرم های مربوطه رو حتما پر بکنید و ارسالشون بکنید تا پرونده شما به جریان بیفته و بعد به کنسولگری مراجعه بکنید و ببینید که بهتون ویزا میدن یا خیر. توجه داشته باشید، اینها درست نیست که اگر چون شما برنده لاتاری گرین کارت آمریکا هستید و ویزا گرفتید، خب پس براتون یه بلیط هواپیما میگیرن و میتونید که با اون به ایالات متحده آمریکا بیاید. بعدم که برسید اینجا یکی میاد فرودگاه دنبالتون، کارهای مهاجرتیتون رو انجام میده، بعدم براتون هتل میگیره، فرداش هم براتون حساب بانکی باز میکنه. نه، به هیچ عنوان این مسائل صحت نداره. اینجا کسی براتون خونه نمیگیره چون لاتاری بردید، چون گرین کارت آمریکا رو دارید. اینجا کسی بهتون ماشین نمیده، کسی نمیگرده براتون کار پیدا بکنه. از حقوق ماهیانه، حقوق ثابت خبری نیست و جدا خواهش میکنم که به این مسائل توجه نکنید. این مسائل جدا واقعیت و صحت نداره. اینها شایعاتی هستن که شما در خصوص اونها از ما میپرسید و از ما میخواید که براتون شفاف سازی بکنیم و در خصوص صحت و سقم اونها براتون بیشتر توضیح بدیم و آگاهتون بکنیم که جدا همچین خبرهایی نیست. همونطور که خدمتتون عرض کردم، هر کسی که برنده لاتاری گرین کارت آمریکا بشه باید اول اقدام بکنه که ببینه آیا میتونه ویزا بگیره یا خیر. باید فرم‌های مربوطه رو پر بکنه، مدارکش رو تکمیل بکنه، معاینات پزشکی رو انجام بده، گزارش معاینات پزشکی رو همراه با مدارک خودش به کنسولگری ببره و ببینه که آیا پروندهش واجد شرایط دریافت ویزا هست یا خیر. و اگر پروندهش واجد شرایط بود و همچنین ویزاهای لاتاری آن سال به اتمام نرسیده بود و تونست که ویزا بگیره، خودش باید به تنهایی همه اون کارها رو انجام بده و جدا از بلیط هواپیما و خونه و ماشین و کار و حقوق خبری نیست. و حالا شاید شما این سوال رو بپرسید که خب کسی که محمد گرین کارت آمریکا رو داره، خب از چه مزایا و حقوقی برخوردار میشه؟ من براتون توضیح میدم و میخوام که شما هم توجه بکنید که هر کسی که گرین کارت آمریکا رو دریافت میکنه برنده گرین کارت آمریکا میشه و اگر تونست که گرین کارت آمریکا رو دریافت بکنه، اولین مزایایی که براش، اولین مزیتی که برخوردار میشه این هستش که دیگه نیازی نداره
برای هر رفت آمد به ایالات متحده درخواست ویزا بکنه، چون دیگه گرین کارت ایالات متحده آمریکا رو داره و نیازی نداره که اگر از امریکا خارج شد به کنسولگری مراجعه بکنه، دوباره درخواست ویزا بکنه، همه اون شرایط رو دوباره مجددا طی بکنه و ببینه که آیا بهش ویزا میدن یا خیر و اگه ویزا گرفت وارد ایالات متحده آمریکا بشه. خیر، این گونه نیست، چون گرین کارت داره برای هر رفت آمد به ایالات متحده جدا دیگه نیازی به دریافت ویزای مجدد نیست. و همچنین شخصی که گرین کارت آمریکا رو داره به اتفاق همسر و فرزندان مجرد زیر 21 سال خودش میتونه که به ایالات متحده آمریکا وارد بشه و به صورت قانونی و دائمی در ایالات متحده آمریکا زندگی بکنه. و اگر شما دوست دارید که گرین کارت ایالات متحده آمریکا رو دریافت بکنید و یا اینکه دارید، لطفاً توجه داشته باشید که بیشتر از 180 روز، بیشتر از 6 ماه در هر سال نمیتونید که خارج از ایالات متحده باشید. و اگر شما بخواهید که از گرین کارتتون به عنوان ویزای توریستی استفاده بکنید و یا اینکه بیشتر از 6 ماه در هر سال خارج از ایالات متحده آمریکا باشید، با احتمال این مواجه خواهید شد که ممکنه گرین کارتتون رو از دست بدید. پس حالا که این شرایط رو من براتون توضیح دادم و شما این توضیحات رو شنیدید، لطفاً اگر شرایط ثبت نام در لاتاری که حداقل داشتن دیپلم 12 ساله تحصیل هستش رو ندارید، یعنی دیپلم به اضافه پیش دانشگاهی رو ندارید، یا اینکه در 5 سال گذشته حداقل 2 سال سابقه کاری ندارید که آن کار نیاز به 2 سال آموزش و یا تجربه داشته باشه، لطفاً در لاتاری گرین کارت آمریکا ثبت نام نکنید. به خاطر اینکه اگر در لاتاری ثبت نام بکنید و جزو برنده ها باشید، خودتون متضرر میشید، چون به خاطر عدم شرایطی که خدمتتون توضیح دادم پروندهتون رد میشه و علاوه بر صرف وقت و هزینه های مالی که براتون در این پروسه به همراه داشته، خودتون از لحاظ مسائل روحی دچار وضعیت نامطلوبی میشید. و اجازه بدید این رو خدمتتون عرض بکنم که ما در لاتاری سالهای قبل هم دیدیم که بچهای لاتاری 2014، بچهای لاتاری 2013 و لاتاری قبلها بودند که کسانی متاسفانه شرایط دریافت ویزا رو داشتند ولی به خاطر اتمام سهمیه ویزا نتوانستند که ویزای خودشون رو دریافت بکنند و وضعیت زندگیشون و شرایط روحیشون واقعا به هم ریخت و دیگه نتونستند به اون وضعیت قبلی که داشتند خیلی زود برگردند. و خواهش میکنم که جدا اگه شرایط ثبت نام در لاتاری رو ندارید ثبت نام نکنید. ثبت نام در لاتاری افتخار نیست. اگر شرایط ثبت نام در لاتاری رو دارید، در لاتاری گرین کارت آمریکا ثبت نام بکنید. اگر شما دوست دارید، علاقه‌مندید که برای دوستان، فامیلان و یا آشنایان خودتون در لاتاری گرین کارت آمریکا ثبت نام بکنید، اول مطمئن بشید که آیا شرایط لازم رو دارند یا خیر. این درسته که شما دوست دارید و علاقه‌مندید و جدا جای تشویق هم داره که برای دوستان، آشنایان و فامیلان خودتون قدم خیری بردارید، ولی اگر شرایط لازم در لاتاری رو نداشته باشن، شرایط ثبت نام نداشته باشن و بعد برنده بشن و بعد نتونن که ویزا بگیرن، دیگه این اسمش قدم خیر نیست، چرا که از لحاظ مسائل روحی جدا خیلی آسیب میبینن. به خاطر همین هستش که من تو برنامه‌ها، در ابتدای برنامه‌ها هر روز میگم این اطلاعات رو خدمتتون عرض میکنم که اگر شرایط ثبت نام در لاتاری را ندارید، در لاتاری ثبت نام نکنید. جدا بعداً خودتون متضرر میشید. گفتن یارو من براتون گفتم، از این بابتم بسیار خوشحالم که حالا از الان به بعد دیگه شما حقایق لاتاری رو میدونید و امیدوارم که با دید بازتری در لاتاری ثبت نام
بکنید. خب اگر موافق باشید بریم به قسمت پرسش و پاسخ و ببینیم که امروز هموطنانمون برامون چه سوالهایی رو فرستادن و ما چه پاسخی رو باید خدمتشون تقدیم بکنیم. این پرسش و پاسخ جدا خیلی میتونه کمکتون بکنه تا جایی که میتونید برنامه‌ها رو دنبال بکنید، چرا که پرونده به پرونده فرق میکنه و ما زمانی که پرسش ها رو توی تلویزیون براتون میخونیم و پاسخشون رو میدیم، شما میتونید کمی با پرونده خودتون مقایسه بکنید و اطلاعات لازم رو به دست بیارید. خانوم اگه اشتباه نکنم مهشید هستند، پرسیدند که با عرض سلام و خسته نباشید، سوالی داشتم در خصوص این که من و نامزدم فعلا تا 3-4 سال تصمیم به ازدواج نداریم، ولی اگر در لاتاری برنده بشیم میخوایم که ازدواج بکنیم که با هم به آمریکا وارد بشیم. من اونطوری که بررسی کردم اگر تاریخ ازدواج قبل از ثبت نام در لاتاری باشه مشکلی نیست. بله، ولی اگر بعد از ثبت نام در لاتاری باشه حدود 3 تا 6 سال زمان میبره که دیگری هم گرین کارت بگیره. اول اینکه آیا این اطلاعات صحیح هست یا خیر. خانم مهشید این اطلاعات که خدمت عرض کردید صحیح نیست. چه شما قبل از اینکه در لاتاری ثبت نام بکنید چه بعد از اینکه در لاتاری ثبت نام بکنید میتونید که همدیگر رو وارد پرونده خودتون بکنید. یعنی اینکه اگر شما ازدواج نکردید در زمانی که در لاتاری ثبت نام کردید، بعد از اینکه نتایج به صورت جداگانه هر کدوم ثبت نام کردید، بعد از اینکه نتایج لاتاری اعلام شد، هر کدوم از شما که جزو برنده های لاتاری گرین کارت آمریکا بودید، قبل از اینکه فرم DS-260 رو پر بکنید و ارسال بکنید بهتره که عقد بکنید و بعد از تاریخ عقدتون به مرکز کنسولی کنتاکی ایالات متحده آمریکا ایمیل بزنید که ما عقد کردیم و میخوایم که همسرم رو وارد پرونده خودم بکنم. منتظر ایمیل مرکز کنسولی کنتاکی میشید و فرم ها رو بعد از اینکه ایمیل دادم و موافقت کردم فرم ها رو به اتفاق اطلاعات همسرتون پر میکنید و برای مرکز کنسولی کنتاکی وارد میکنید. اطلاعات شما آپدیت میشه و زمانی که نامه دعوت به مصاحبه شما جایگزین بشه برای هر دوی شما وقت مصاحبه در نظر گرفته میشه. پس الان متوجه شدیم که کسانی که نامزد هستند و نمیدونن که آیا بهتره قبل از ثبت نام در لاتاری ازدواج بکنن یا بعد از ثبت نام در لاتاری، جدا هیچ فرقی نمیکنه. ولی اگر تصمیمتون ازدواج هستش، اولا که زندگیتون رو بر پایه لاتاری برنامه‌ریزی نکنید و به اهداف خودتون بیاندیشید، ازدواج بکنید. اگر هم میخواید در لاتاری ثبت نام بکنید و قصدتون جدا ازدواج هستش، قبل از اینکه در لاتاری ثبت نام بکنید ازدواج بکنید و در لاتاری ثبت نام بکنید. اما اگر به دلایلی دوست ندارید که ثبت نام قبل از لاتاری باشه، بعد از برنده شدن در لاتاری هم میتونید ازدواج بکنید و پرونده های خودتون رو آپدیت بکنید. در آخر هم پرسیدید که اینکه اگر ما در هنگام ثبت نام به عنوان متأهل ثبت نام کنیم و تاریخ عقد رو قبل از ثبت نام لاتاری بزنیم، مشکلی در خصوص دریافت ویزا برامون پیش میاد یا خیر؟ بله، مشکلی پیش میاد، به خاطر اینکه تاریخ عقدتون بعد از ثبت نام در لاتاری بوده. نه، این کارو به هیچ عنوان انجام ندید. دوستان خواهشاً توجه بکنید، وضعیتی که در زمان لاتاری دارید، وضعیت تأهلی که در زمان لاتاری دارید، دقیقاً همون رو قید بفرمایید. اگر مجردید مجرد، اگر متأهلید متأهل، اگر همسرتون فوت شده و ازدواج نکردید و بعداً میخواهید ازدواج بکنید، گزینه ویداوت رو انتخاب بکنید.
پس دقت داشته باشید، دقیقاً همون شرایطی رو که دارید قید کنید توی فرم ثبت نام، ذکر کنید. بله مشکلی براتون پیش میاد، این کار رو انجام ندید. یا قبل از ثبت نام در لاتاری ازدواج بکنید و اون موقع بگید که بله ما متأهلیم، یا به صورت جدا در لاتاری ثبت نام بکنید و ببینید که آیا برنده میشید یا خیر. اگر جزو برنده ها بودید به صورت بعدا میتونید پرونده خودتون رو آپدیت بفرمایید. بریم به سراغ سوال بعدی. آقای اسمشون رو ننوشته بودن، فامیلیشون هست که من نمیخوام تو تلویزیون بخونم. گفتن که اینجا در لاتاری 2015 با کیس نامبر حدود 1500 قبول شدم. بچون از سال 81 تا سال 88 در یکی از سازمان‌های وزارت دفاع به عنوان کارمند پیمانی مشغول به کار بودم و پس از اتمام دوره پیمانی از سازمان بیرون اومدم. در فرم در قسمتی که آیا در ارتش خدمت کردید را پر نمودم، اولا باید توجه به این می‌کردم که بنده به صورت کارمندی و با لباس شخصی بودم. ایمیلتون رو خیلی بد نوشتید ولی خب حالا من دارم متوجه میشم. باید این قسمت رو پر نمودم. سوال شما اینطوری هستش که گفتید که در یکی از سازمان‌های وزارت دفاع کار می‌کردید و گفتید که در فرم ها من این رو ذکر کردم. آیا نباید این کار رو می‌کردم و یا اینکه باید این کار رو می‌کردم؟ چون در پادگان با لباس نظامی نبودید و با لباس شخصی بودید. فرقی نمی‌کنه. شما در هر سازمان و ارگانی که کار می‌کردید و یا الان هم کار می‌کنید، اگر براتون رکوردی ثبت میشه و بیمه رد میشه، باید اونها رو در فرم DS260 ذکر کنید. و شما که این کارو کردید، کار بسیار درستی کردید و نگران این مسئله هم نباشید. دوستان تعداد ایمیل ها خیلی زیاده ولی متاسفانه وقت برنامه کمه و من امیدوارم که بتونم در برنامه‌های بعدی پاسخگوی ایمیل های شما عزیزان باشم. به پایان برنامه امروز هم رسیدیم و امیدوارم که از برنامه امروز لذت و استفاده کافی رو برده باشید. تلاش من و همه همکارانم در شبکه TM فقط و فقط در جهت کمک و اطلاع رسانی درست در خصوص مهاجرت به ایالات متحده آمریکا هستش. ما نمیخوایم کسی رو منصرف کنیم یا بخوایم پیشنهادی بدیم. خودتون ما اطلاعات لازم رو خدمتتون عرض میکنیم و این خود شما هستید که میتونید بهترین تصمیم رو با توجه به شرایط زندگی خودتون بگیرید. امیدواریم که این تلاش در تصمیم گیری شما برای مهاجرت به ایالات متحده آمریکا مؤثر واقع بشه و ما هر روز شاهد موفقیت‌های بیشتر شما عزیزان باشیم. راه‌ها و پل‌های ارتباطی برنامه را هم که میدونید، میتونید به وبسایت برنامه به نشانی visa.tmlive.tv مراجعه بکنید. اگر سوالی دارید در وبسایت برنامه بپرسید یا از طریق ایمیل، فیسبوک، گوگل پلاس و توییتر برنامه با ما در تماس باشید. ویدیوهای برنامه‌های قبل رو هم میتونید در سایت یوتیوب مشاهده بفرمایید. از اینکه بیننده برنامه خودتون بودید و وقت با ارزش خودتون رو برای تماشای این برنامه قرار دادید، ازتون تشکر میکنم و تا یک برنامه دیگه همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. تا درود دیگر، بدرود.